اومدم با یه آموزشی که استانینگ شوت یا همون شوت های بنفشی رو بهتون یاد بدم و شوت کاتدار و چیپ. خب بریم سراغ استانینگ شوت که یا همون شوت های بنفشی. وقتی مثلا روبروی دروازه ایم شوت رو به سمت چپ میکشیم تا شوت رو محکم بزنیم. یه بار دیگه نگاه کنیم. به سمت چپ رو بکشیم شوت محکم میکنیم. خب حالا میریم سراغ شوت کاتدار. وقتی حالا مثلا این بازیکن ما راست بار از سمت چپ مثلا شوت رو به پایین میکشیم و همینطور که میبینید شوت کاتدار زد. همین سادگی. یه بار دیگه ببینید. اینم به شوت کاتدار. و بریم سراغ چیپ. وقتی که میخواید چیپ بزنید جلوی دروازه اید و آروم شوت رو به سمت بالا میکشید. الان من خیلی کشید، ولی بچه ها یه نکته که داره وقتی که میخواید چیپ رو بزنید باید سرعت رو دیگه ول کنید. نگاه کنید مثلا میایید تا اینجا مثلا الان شوت رو سرعت رو ول میکنیم و چیپ نمیزنید. به همین سادگی. یه بار دیگه الان با سرعت داریم و اینجا سرعت رو ول میکنیم و چیپ رو خودمون. خب بچه ها امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. بچه ها فقط لایک کنید، سابسکرایب هم یادتون نره.